درود بر شما دوستان. امروز میخوایم با هم سرم نقره بسازیم. این سرم مزیت‌های زیادی داره. ویژگی اصلیش ضد پیری بودنه و به درخشندگی پوست و تغذیه اون کمک میکنه. علاوه بر این که به خاطر خواص ضد التهابی و ضد باکتریایی که داره، برای پوستایی که مستعد آکنه هستن به شدت عالیه. قبل از شروع کار کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که آموزش های بعدی رو از دست ندید. خب بریم سراغ مواد تشکیل دهنده این سرم. برای تهیه 200 میلی لیتر سرم نقره به این مواد نیاز داریم. 200 میلی لیتر آب معطر به عنوان فاز آبی. البته به جای آب معطر شما میتونید از عرقیجات استفاده کنید. من اینجا از مخلوط عرق بید، گل رز، شیرین بیان و رازیان استفاده کردم که به روشن شدن پوست، تسکین، سفت شدن و درخشندگی اون کمک میکنه. 6 گرم آلژینات سدیم که شما میتونید برای اینکه بافت سبکتری داشته باشید اون رو به 4 گرم هم کاهش بدید. 2.5 گرم گلیسرین، 2.4 گرم فنوکسی اتانول به عنوان ماده نگهدارنده، 2 گرم ماتریکسل، 10 عدد ورق نقره در ابعاد 2:2 و در نهایت اسپاتول و هاون که اگر شما در مقیاس بزرگ دارید ماده رو میسازید، به جای اسپاتول میتونید از همزن برقی استفاده کنید. خب برای شروع کار اول گلیسرین رو با پودر آلژینات مخلوط میکنیم که به شکل یک بافت پودری ژله‌ای در بیاد. علت این کار جلوگیری از تماس مستقیم آلژینات با آب هستش تا شما بتونید به یک ژل یک دست‌تری دست پیدا کنید. بعد از اون فاز آبی رو به صورت کم کم اضافه میکنید. حتما باید کم کم باشه تا آلژینات گلوله نشه.
در این مرحله میتونید اجازه بدید که مخلوط به مدت 30 دقیقه تا 1 ساعت در حالت سکون باقی بمونه تا آرژینات سدیم کاملا حل بشه و به یک ژل صاف و یک دست تبدیل بشه. اما اگه در مغز بزرگ کار میکنید، مثلا 1 کیلو یا حتی بیشتر، و یا حتی اگه عجله دارید، میتونید از همزن برقی استفاده کنید و هم زدن رو اونقدر ادامه بدید تا ژلتون همگن بشه. در مرحله بعد ورقهای نقره رو با هاون بسایید و اونقدر این کار رو تکرار کنید که به پودر ریز تبدیل بشه. اگه تمایل داشتید میتونید به جای ورق نقره از 3 تا 4 گرم پودر ورق نقره استفاده کنید. حالا پودرها رو به مخلوط سرم اضافه کنید و خوب هم بزنید تا یک دست بشه. مطمئن بشید که پودر به طور کامل در سرم پخش شده. اگه نیاز بود میتونید از همزن برقی هم استفاده کنید. حالا نوبت اضافه کردن ماتریکسل هستش. ماتریکسل رو اضافه کنید و خوب مخلوط کنید. در مرحله بعد فنوکسی رو اضافه کنید و دوباره به هم بزنید تا مولکول‌های فنوکسی در کل سرم پخش بشه. اگر دوست داشتید میتونید در این مرحله 3 تا 5 قطره اسانس اضافه کنید که خب من به شخص استفاده نکردم چون میخوام این سرم رو برای افرادی که مستعد آکنه هستن و پوستای حساس تری دارن استفاده کنم و خب مسلما این افراد به اسانس ممکنه حساس باشن. نهایت سرم رو در ظرف مناسب بریزید. همونطور که میبینید ذرات نقره در سرم کاملا مشاهده میشه که حالا شما میتونید موقعی که دارید ورقهای نقره رو در هاون میسایید اون رو به ذرات ریزتر یا درشتر تبدیل کنید. با این حال بعد از اینکه شما سرم رو روی پوستتون استفاده میکنید کامل جذب میشه. خب این سرم نقره بود که در این ویدیو با هم مراحل ساختش رو دیدیم. اگر بعد از دیدن ویدیو سوالی داشتید برامون کامنت کنید. جواب سوالات در کانال تلگرام که آدرسش در زیر ویدیو هست داده میشه.
اگر پیشنهادی دارید یا محصولی مد نظرتون هست که دوست دارید ما فیلم اون رو بسازیم، در کامنت ها بهمون اعلام کنید. سعی میکنیم در اسرع وقت فیلم اون رو آپلود کنیم در کانال ما رو دنبال کنید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از آموزش‌های بعدی مطلع